هر بار که از کنار مغازه‌هایی رد میشم که تا نصف شب بازن، به نظرم میاد آدمی که اونجا مشغول به کاره خیلی آدم شجاعیه، خیلی دل و جرأت داره. میدونید شب به واسطه اون سکوتش، به واسطه اون خلوتیش و به واسطه اون تاریکی که توی فضا هست خیلی مستعد جرم و جنایته. حالا اینا رو نمیگم که تو دلتون خالی بشه ها، نمیگم اونایی که شب کار میکنن بترسن ها، ولی خب همه جای دنیا شب جای بهتریه برای خلافکارها و برای خلاف کردن. پرونده جنایی امروز هم از همین دست پرونده هاست. برای آدم‌های اتفاق میفته که شب و در شیفت شب کار میکنن. با من همراه باشین. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از چنل فیکشن خوش اومدید. اگر از همراه‌های قدیمی ما هستید که دمتون گرم، اگه تازه به جمعمون اضافه شدید بهتون یک خوش آمد ویژه میگم و اگر منو میبینید و هنوز هم ما رو سابسکرایب نمی‌کنید، زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو فعال بکنید تا هر هفته روزهای زوج با همدیگه سفر بکنیم به دنیای ترو کرایم و هر بار یک پرونده جنایی واقعی رو از سر تا سر دنیا با همدیگه بررسی بکنیم. خیلی نمیخوام طولش بدم، نمیخوام زیاد مقدمه بگم، بریم سراغ اصل ماجرا، پرونده جنایی که امروز میخوام براتون تعریف بکنم و آشنا بشیم با شخصیت محوری و اصلی پرونده امروز، یک دختری به اسم تری لین بروکس. تری متولد 13 سپتامبر 1958 توی پنسیلوانیا بوده. میشه 22 شهریور به تاریخ شمسی، همون روزی که من هم به دنیا اومدم. اسم پدر تری جورج و اسم مادرش بتی بوده و 4 تا خواهر برادرم بودن. تری بچه بزرگه بوده. خیلی اطلاعات زیادی از بچگی تری در دست ما نیست، ولی میدونیم که توی نوجوانی، اوایل نوجوانی تری، پدر و مادرش از همدیگه جدا میشن و اونطوری که خواهر برادراش گفتن تری به عنوان بچه بزرگتر خیلی هوای اونها رو داشته. بعد از این جدایی همه اینها میرن با مادرشون زندگی میکنن. مادرشون هم دوباره ازدواج میکنه و یک پدرخونده‌ای داشتن. خیلی هم اتفاقا رابطهشون با این پدرخونده خوب بوده، همه بچه‌ها از جمله تری، و توی خونه پدرخوندهشون به خوبی و خوشی و خرمی داشتن زندگی میکردن. تری از اون دست آدمای خوشمشرب و بگو بخند و اجتماعی بود که هر جایی وارد میشد میتونست خیلی راحت برای خودش دوست پیدا بکنه. از همون بچگی هم کنار درس خوندنش کار میکرده. خیلی دوست داشته که یک درآمد مستقلی داشته باشه، یه ذره پول تو جیبی بیشتری برای خودش داشته باشه و البته آدم جاه طلبی هم بوده. به هر چیزی که میخواسته باید میرسیده. وقتی که یه مقداری سنش میره بالاتر و وارد کالج میشه، همزمان توی یک رستوران هم کار پیدا میکنه و به عنوان پیشخدمت توی این رستوران مشغول به کار میشه. درسش رو میخونده، توی این رستوران کار میکرده و کم کم متوجه میشه که به این صنعت رستوران و صنعت مرتبط با غذا خیلی علاقه‌منده. پیش خودش فکر میکنه که چقدر خوبه من انقدر به این شغل علاقه‌مندم، توی همین زمینه بمونم. البته خب نمیخواسته برای همیشه پیشخدمت بمونه و ویترس باقی بمونه. دوست داشته که یک روزی مدیر رستوران بشه، بعد از اون بتونه رستوران خودش رو تأسیس بکنه و همینطوری پله پله برای خودش پیشرفت بکنه توی صنعت غذا و البته رستوران داری. گفتم آدم جاه طلبی هم بوده، به هر چیزی که میخواسته باید میرسیده. خلاصه توی همین رستورانی که داره کار میکنه با سرآشپز رستوران یک آقایی بوده به اسم آلفرد اسکات کیف که از این به بعد من بهش میگم اسکات. با این اسکات آشنا میشه، بعد یه مدت خیلی کوتاهی رابطه داشتن و دوست دختر دوست پسر بودن با همدیگه نامزد هم میکنن. برنامه گذاشته بودن که تابستون 1984 سالی که درش هستیم توی تاریخ داستان با همدیگه ازدواج هم بکنن. بعد از این نامزدیشون تری از جایی که کار میکرده میاد بیرون، وارد یک رستوران دیگری میشه به اسم روی راجرز، یک رستوران زنجیره‌ای بوده و اونجا مشغول به کار میشه. اسکات ولی توی همون رستورانی که کار میکرده باقی میمونه. الان ما تری رو داریم که داره به عروسی فکر میکنه، دنبال لباس عروس میگرده، فکر میکنه که چطوری برنامه ریزی بکنه عروسیشو و همه چیز رو خیلی خوب برگزار بکنه.
در کنارش توی روی راجرز داره روز به روز پیشرفت میکنه، هی ترفیع میگیره، از پیش خدمت تبدیل شده به مدیر شیفت شب رستوران و خیلی هم البته مدیر جدیه. درسته که با کارمنداش خیلی خوب برخورد میکنه، ولی اگر کسی بیاد وسط راهش به حرفش گوش نده، بخواد سنگ بندازه جلوی پاش، خیلی جدی خیلی محکم جلوش وای میسه و سعی میکنه که وظایف مدیریتیش رو خیلی خوب انجام بده. خلاصه که الان زندگی تری روی یک روال خیلی خوب و مثبت و ثابتی افتاده. نامزدش رو خیلی دوست داره، کارش خیلی خوبه. اسکات هر شب میرفته پیش تری توی اون شیفت شب رستوران که نامزدش تنها نباشه، احساس امنیت بکنه. تک تنها بالاخره توی رستوران میدونی مدل این شکلی بوده که تری آخر از همه در رو میبسته، چراغو خاموش میکرده، میرفته خونه. میخواسته که نامزدش احساس امنیت بکنه، بدون یک نفر هست که میتونه بهش تکیه بکنه و هواش رو داره. همه اینها رو تعریف کردم تا برسم به نقطه شروع پرونده جنایی امروز، یعنی 3 فوریه 1984. اون شب مثل تمام شب‌های پیش تری رفته بوده سر کار و فردا صبحش اسکات وقتی که داشته از جلوی خونه پدرخونده و مادر تری رد می شده میبینه که ماشین نامزدش جلوی در پارک نیست. خب یه ذره نگران میشه دیگه. شب قبل اسکات به خاطر اینکه امروز صبح قرار بوده صبح زود بره سر کار، شب نرفته بوده پیش تری. استثناءً اون شب رو پیش تری نرفته بوده و خبر نداشته ازش. به خاطر همین وقتی که صبح زود ساعت 6 صبح داشته رد میشده از جلوی خونه تری و البته مادر و پدرخونده‌اش، متوجه میشه که ماشین نامزدش نیست. یه ذره نگران میشه، شبیه رفتارهای تری نبوده. قاعدتاً اون بعد از اینکه در رستوران رو میبسته میومده خونه، میخوابیده تا حالا دوباره شیفتش شب بخواد شروع بشه. خلاصه اسکات میره جلوی در خونه پدرخونده تری در میزنه و میگه که تری ماشینش چرا پارک نیست، خونه است؟ پدرخونده‌اش میگه ما خبر نداریم، تری همیشه انقدر دیر میاد که ما خوابیدیم، بذار برم اتاقش رو چک کنم. مثلا میره در اتاق رو باز میکنه و میبینه که دخترخونده‌اش نیست. میاد به اسکات میگه که نیستش، انگار نیومده و یه ذره اینا نگران میشن. پدرخونده زنگ میزنه به رستورانی که تری کار میکرده درش تا ببینه که آیا اونها از دخترخوندهش خبر دارن یا نه و کسی که تلفن رو برمیداره شروع میکنه منمن کردن وقتی که میخواسته در مورد تری صحبت کنه. هی سغرا کبرا میچیده، هی حرفش رو میپیچونده و در نهایت پای تلفن میگه که تری کشته شده. ماجرا از این قرار بوده که آدمی که شیفت صبح در رستوران رو باز کرده بوده دیده بوده که جسد تری وسط آشپزخونه غرق خون افتاده، یک پلاستیک زباله دور سرش پیچیده شده و خب خیلی سریع زنگ زده بودن به پلیس و به فاصله خیلی کوتاهی هم پدرخونده زنگ زده بوده به رستوران و حالا خبردار شده بوده. اسکات و پدرخونده و مادر تری میرن به رستوران، جایی که تری کشته شده و از اون طرف پلیس هم اومده. بذارید یکم صحنه جرم رو برای شما باز بکنم. پلیس وقتی که وارد صحنه میشه با یک استخری از خون روبرو میشه. غلطیده بوده توی خون خودش، نه به معنی واقعی غلطیدن، دور تا دورش رو خون گرفته بوده. یک پلاستیک زباله دور سر تری پیچیده شده بوده. وقتی که پلاستیک رو برمیدارن میبینن که صورت، بدن، گلوی تری کبوده، به شدت آسیب دیده و یک چاقو هم توی گردنش فرو رفته. چاقو هنوز توی گردن بوده. چیزی که به نظر می اومده اینه که یک درگیری شدیدی داشته تری قبل از کشته شدن. خیلی برای زنده موندن و برای زندگی تلاش کرده ولی در نهایت انقدر فجیع کشته شده. فرضیه اولیه پلیس اینه که احتمالاً یک دزدی اتفاق افتاده. چرا؟ چون که $2500 پول از صندوق رستوران دزدیده شده بوده. البته که علامت ورود به زوری به رستوران وجود نداشته، یعنی قفل‌ها خراب نشده بودن، پنجره‌ای نشکسته بوده، شیشه آسیب ندیده بوده و به نظر می اومده که کسی که وارد شده یا تری میشناختتش راهش داده یا خب تری رو مجبور کرده که راهش بده، تهدیدش کرده. تری یک کاپشنی تنش بوده، به نظر می اومده که داشته از رستوران میرفته، کاراش رو کرده بوده، میخواسته خارج بشه، یک نفر رو دیده که حالا تهدیدش کرده یا آشناش بوده، اومده تو و بعد این اتفاق افتاده. در کنار همه اینها رستوران یک دریچه‌ای داشته برای سفارش ماشینی غذا.
این دریچه رستوران قفلش از توی رستوران بوده، این قفل باز بوده و به نظر میرسیده کسی که این بلا رو سر تری آورده اون $2500 رو برداشته از این پنجره فرار کرده. در کنار همه اینهایی که گفتم یکم در مورد خود تری بهتون بگم وضعیت خود تری چطوری بوده. کفشای تری چند متر اون طرفتر افتاده بوده. به نظر می اومده که اونجا درگیری شروع شده، کفشا از پای تری در اومده و بعد به واسطه این درگیری افتاده چند متر اون طرفتر و بعد کشته شده. جدای از همه این آسیب‌هایی که دیده بوده ضربه مغزی هم شده بوده. مشخص بوده که سرش چندین بار کوبیده شده به کف آشپزخونه. بعد که قاتل این کار رو انجام داده دستش رو انداخته دور گردن تری که خفش بکنه به واسطه کبودی‌ها و جای دستی که روی گردنش بوده. بعد چاقو رو زده به گردن تری. وقتی که چاقو خورده عملاً اندامش از کار افتاده، این قوه حرکتیش از کار افتاده و بی حرکت افتاده بوده روی زمین. ولی قاتل حتی به این هم راضی نشده بوده، میخواسته مطمئن بشه که تری کشته شده. اون پلاستیک زباله رو از تو سطل بر میداره میپیچه دور گردن تری و دقیقاً همون پلاستیک زباله باعث خفگی تری میشه. پلیس از اینجایی متوجه میشه که تمام آسیب‌های قبلی باعث مرگ تری نشده بوده، چون توی این پلاستیک زباله مرطوب شده بوده. مشخص بوده که تری توی اون پلاستیک نفس کشیده تا حالا خفه شده و جونش رو از دست داده. خب کارشناسای پلیس الان با یک صحنه قتل روبروان دیگه. همه اینها رو براتون تصویر کردن و بر فرض این که یک دزدی نافرجام هم اتفاق افتاده باشه باید بگردن دزد و البته قاتل رو پیدا بکنن. میان شروع میکنن یه سری نمونه DNA و یه سری اثر انگشت برداشتن از توی رستوران و روی جسد. زیر ناخونای تری یک سری پوست و خون وجود داشته که به نظر می اومده ممکنه متعلق به قاتل باشه. یک چاقو هم که توی گردن تری بوده و مشخص بوده که قاتل این ضربه رو به تری زده و یه مقداری مو و الیاف هم روی لباس تری وجود داشته. البته وقتی که داریم در مورد DNA صحبت میکنیم نباید توقع پیشرفت علم در حال حاضر رو داشته باشیم. پرونده 1984 اتفاق افتاده و با علم اون موقع اینا فقط میتونستن نمونه ها رو بردارن تا حالا بعدن اگر کسی رو پیدا میکنن باهاش تطبیق بدن. خب میان شروع میکنن صحبت کردن با آشناهای تری ببینن که آیا این آدم دشمنی، نمیدونم بدخواهی، کسی رو داشته توی زندگیش که انگیزه کشتنش رو داشته باشه یا نه. میرن با اسکات صحبت میکنن، با نامزدش. اسکات خیلی ناراحت بوده، میگفته که من هر شب میرفتم پیش تری، شبها رو پیش تری میگذروندم و یک شب که نرفتم این اتفاق افتاده. میگه که من فردا صبح زود باید میرفتم سر کار، شیفت بودم و اون شب رو رفتم خونه خوابیدم و ای کاش که خونه نرفته بودم، ای کاش که پیش تری بودم و شاید میتونستم از این فاجعه جلوگیری بکنم. با خانواده تری هم صحبت میکنن، اونا هم خیلی ناراحتن، اصلا به فکرشون نمیرسه که تری آدمی که اینها میشناختن انقدر خوشقلب و خوش انرژی بوده دشمنی داشته باشه که بخواد اون رو به این شکل انقدر خشن بکشه. پلیس بعد از اینکه با خانواده تری و اسکات صحبت میکنه میره سراغ همکاراش تا ببینه که آیا اونها کسی رو دیدن که بهش مظنون باشن یا نه و از قضا به یک اسم هم میرسن. گفتم که تری خیلی آدم جدی بوده تو کارش و چند وقت قبل با یکی از همکاراش یک درگیری پیدا کرده بوده و اون آدم رو اخراج کرده بوده. این آقا اسمش استیو دیلی بوده و آدم پرخاشگری بوده، حرف گوش نمیداده، دیر می اومده، زود میرفته و تری نمیتونسته این رفتار استیو رو تحمل بکنه. یه مدتی بهش التیماتوم داده بوده ولی وقتی که استیو نتونسته بوده خودش رو با این شرایطی که تری تشریح کرده براش توضیح داده تطبیق بده، اون رو اخراج کرده بوده. نکته عجیب اینجاست که استیو بعد از اینکه اخراج شده بوده می اومده توی همون رستوران میشسته، غذا سفارش میداده و میخورده و بعد میرفته. به نظر می اومده که یه جوری داشته مثلا میچزونده تری رو یا حتی داشته تهدیدش میکرده. این رفتارهاش از نظر همکارای تری خیلی مشکوک بوده. به خاطر همین چند نفرشون اسم استیو رو میارن، استیو رو پلیس میاره اداره خودش تا ازش بازجویی بکنه. وقتی که از استیو شروع میکنن بازجویی کردن، اون همون اول میگه که آره من از تری اصلا خوشم نمیومد و باهاش مشکل داشتم و شانس آورد که زن بود، اگه مرد بود با مشت میزدمش و از این حرفا.
ولی میگه که من ربطی به قتل تری ندارم. وقتی بهش میگن چرا بعد از اینکه اخراجت کرده بود همیشه میرفتی اونجا غذا میخوردی، میگه که من با یکی از پرسنل و کارکنان اونجا تو رابطه بودم، میرفتم اونجا غذا میخوردم که حالا مثلا دوست دخترم رو هم ببینم. البته هیچ وقت این ادعاش ثابت نمیشه. ازش میپرسن اون لحظه‌ای که قتل اتفاق افتاده، اون شبی که قتل اتفاق افتاده کجا بودی؟ میگه که من رفته بودم یک نایت کلابی، رام ندادن، برگشتم خونه خوابیدم. هیچ شاهدی برای این ادعاش نداشته. ولی خب پلیس هم هیچ سند و مدرکی نداشته که بخواد استیو رو به این پرونده ربط بده. میرن ازش تست دروغ سنج یا پلیگراف میگیرن و توی تست پلیگراف قبول میشه. برای یک حالت موقتی استیو رو میذارن کنار. پلیس به طور کامل استیو رو از دایره مظنونینش حذف نمیکنه، ولی نمیخواسته که همه تمرکزش رو بذاره روی استیو تا از بقیه آدم‌هایی که ممکنه انگیزه داشته باشن یا مظنون باشن غافل بشه. به خاطر همین استیو رو موقتا میذاره کنار بعد از اینکه تست دروغ سنج رو قبول میشه و میره سراغ بقیه مظنونین. یادتونه گفتم یه سری اثر انگشت و دی ان ای و اینا از توی ساختمون برداشته بودن. این اثر انگشت رو از استیو میگیرن و تطابقی پیدا نمیکنن، ولی یکی از همکارهای دیگرشون اثر انگشتش تطابق داشته. کجا بوده اثر انگشت این همکارشون؟ هم روی پلاستیک زباله‌ای بوده که دور سر تری پیچیده شده بوده، هم روی اون دریچه‌ای که ماشین‌ها ازش غذا رو تحویل می‌گرفتن و اینا. دقیقاً جاهایی بوده که پلیس خیلی به اون نقطه‌ها مشکوک بوده و از نظرش جاهایی بوده که قطعاً قاتل بهشون دست زده. این آدم رو هم میارن اداره پلیس تا ازش بازجویی بکنن و خب این میگه که شمایی که اثر انگشت از من پیدا کردید جایی که من کار میکنم. میگه خیلی طبیعیه که اثر انگشت من نه تنها توی این دو جا بلکه بقیه جاهای رستوران هم باشه. میگه که من مسئول این هستم که سطل‌های زباله رو خالی بکنم و پلاستیک خالی بذارم توش برای اینکه فردا وقتی که بقیه پرسنل میان همه چیز تر و تمیز و آماده باشه. اثر انگشتم به خاطر این روی پلاستیک زباله باقی مونده بوده که من آخرین نفری بودم که پلاستیک خالی رو گذاشتم توی سطل و من روزی صدها سفارش از طریق اون پنجره میدم بیرون. خیلی طبیعیه که اثر انگشتم اونجا هم باشه. در کنار همه این توضیحات منطقی که این همکار تری داشته به پلیس میداده، شاهد هم داشته که اون شب از رستوران خارج شده و رفته جای دیگری. خب به طور کامل این آدم هم از دایره مظنونین خارج میشه و پلیس برمیگرده سر نقطه شروعش. الان هیچ مظنونی نداشته و باید بگردن تا ببینن که میتونن کسی رو پیدا بکنن که بتونن ربطش بدن به قتل تری یا نه. خب الان که دایره مظنونین برای پلیس کوچیک و کوچیک‌تر شده بوده، این حدس رو میزنن که احتمالاً کسی که این قتل رو انجام داده آشنا نبوده و یک دزد غریبه‌ای بوده که حالا اومده تهدید کرده، تری رو وارد رستوران شده، دزدی رو انجام داده و بعد برای اینکه سرنخی باقی نذاره تری رو هم کشته. به فاصله 2 هفته بعد از کشته شدن تری، توی یک شعبه دیگه از رستورانی که تری کار میکرده یک حمله دیگری اتفاق میفته توی همون شهر پنسیلوانیا. مثل که اون دوره دزدی از رستوران‌ها خیلی شایع بوده و هر هفته چندین مورد دزدی از رستوران اتفاق میافتاده. ولی خب توی شعبه دیگری از رستوران روی راجرز که این اتفاق هم افتاده بوده، دستیار مدیر رفته بوده دستشویی. وقتی که از دستشویی میاد بیرون، یک مردی بهش حمله میکنه، با یک چیزی به سرش ضربه میزنه، چیزی نمیدزده و خوشبختانه این آدم هم کشته نمیشه و اون طرف فرار میکنه. به فاصله چند روز بعدش توی یک شهر دیگری از پنسیلوانیا هم به یک رستوران دیگری حمله میشه و اونجا هم کسی که کار میکرده اسمش کتی کالمچک بوده. کتی هم مثل تری مسئول شیفت شب رستوران خودشون بوده و اون هم با ضربات متعدد چاقو کشته شده بوده. به نظر میرسیده که این دزدی که وارد رستوران کتی شده اومده تا صندوق رو بدزده، ولی صندوق خالی بوده. بعد اومده سراغ خود کتی و خواسته از کتی چیزی بدزده و در نهایت با ضربات متعدد چاقو اون رو کشته و فرار کرده. الان پلیس 3 تا پرونده داشته که به نظرش میومده این 3 تا ممکنه که به همدیگه مرتبط باشن. یکی پرونده قتل تریه، دومی پرونده حمله به رستوران دیگری از روی راجرزه و سومی هم رستورانیه که کتی توش به قتل رسیده. پرونده ی رستوران دوم که هیچ وقت حل نمیشه، یعنی برای همیشه یک پرونده حل نشده باقی میمونه، ولی پرونده سوم قاتل کتیه. قاتل کتی بعد از چند روز دستگیر میشه. مشخص میشه که یک آدمیه به اسم اسکات دافی.
این اسکات دافی ماجراش مثل استیو بوده، یعنی اخراج شده بوده، به نظر میرسیده که اومده انتقام بگیره و خب زده بوده کتی رو کشته بوده. وقتی که کاراگاه‌های پرونده تری متوجه میشن که قاتل پرونده کتی دستگیر شده، میرن سراغ این اسکات دافی تا ببینن که آیا این دو نفر، یعنی این دو تا قتل رو یک نفر انجام داده یا نه. اسکات دافی رو میارن برای بازجویی و هر چی که ازش سوال میکنن اون هیچ جوابی نمیده، سکوت کرده بوده، ولی ازش نمونه اثر انگشت میگیرن تا تطابق بدن با اثر انگشت هایی که توی رستورانی که تری کشته شده بوده پیدا کردن. وقتی که این دوتا رو با همدیگه تطابق میدن میبینن که اصلا هیچ شباهتی به همدیگه ندارن و هیچ اثر انگشتی از اسکات دافی توی رستورانی که تری کار میکرده وجود نداره. پس در نتیجه اسکات دافی نمیتونسته قاتل تری باشه و اون یک پرونده جدایی بوده. پرونده تری رفته بعد از اینکه هیچ پیشرفتی درش حاصل نمیشه و پلیس به هیچ جایی نمیرسه، کم کم راکت میشه، سرد میشه و فراموش میشه. میره توی بایگانی پرونده های حل نشده پلیس تا کی؟ تا 14 سال بعد. رسیدیم به سال 1998. 14 سال از قتل تری گذشته، پروندهش هنوز داره خاک میخوره، ولی تو این مدت خیلی علم پیشرفت کرده، تکنولوژی مرتبط با DNA پیشرفت کرده و پلیس شهری که تری درش کشته شده تصمیم میگیره تا با توجه به این پیشرفت تکنولوژی پرونده های قدیمی رو دوباره باز بکنه تا ببینه میتونه اونها رو حل بکنه یا نه. یکی از این پرونده ها پرونده تری بوده. میان پرونده رو باز میکنن. خب نیروها همه جدید شدن، کاراگاه ها جدید شدن، علم پیشرفته تر شده و خیلی امید دارن که بتونن پرونده رو حل بکنن. پرونده رو باز میکنن و شروع میکنن یک به یک مدارکی که وجود داشته، یک به یک شاهدایی که وجود داشتن رو دوباره بررسی کردن. یه سری عکس وجود داشته از صحنه قتل تری. عکس ها رو میبرن به مدیر رستوران، اون مدیر وقت رستوران وقتی که تری اونجا کار میکرده نشون دادن. اون موقع نشونش نداده بودن 14 سال پیش. وقتی که این مدیر رستوران عکس‌ها رو بررسی میکنه میگه که من به نظرم نمیاد که تری میخواسته کارش رو تعطیل بکنه، در رستوران رو ببنده و بره. درسته که کاپشن تنش بوده، ولی خب یک آدم منظمی بوده تری، یک روتین خاصی برای خودش داشته. مثلا وقتی که میخواسته بره بیرون تلفن رو حتما میذاشته یک جای خاص، رو میزش رو تمیز میکرده، نمیدونم زیر سیگاری رو خالی میکرده، زیر سیگاری که توی دفتر بوده نه توی آشپزخونه، اون رو خالی میکرده، ولی هیچ کدوم از این کارا رو انجام نداده. درسته که کاپشن تنش بوده، ولی هیچ کدوم از این کارا رو انجام نداده. به نظر من هنوز کار تری تموم نشده بوده و اون کسی رو راه داده توی رستوران که میشناختتش، گفته بهش بیا تو تا من کارامو انجام بدم و بعد بریم بیرون. خب یادتونه پلیس اول پرونده فکر میکرد که احتمالاً قاتل تری آشنا بوده، بعد به این نتیجه رسید که نه، احتمالاً غریبه بوده و خب الان دوباره برگشتن سر خونه اول و با توجه به حرفایی که مدیر رستوران زده به این نتیجه رسیدن که احتمال زیاد کسی که تری رو کشته آشنا بوده، کسی بوده که تری بهش اعتماد داشته که راش بده توی رستوران. باز در ادامه این تحقیقات میان صحبت میکنن با شاهدین و با دوستا و آشناهای تری، با یه سری از آدما که صحبت کرده بودن، ولی یکی از دوستای تری هم بوده که پلیس اون 14 سال پیش اصلا نرفته بوده سراغش. توی این پرونده که دارم بررسی میکنم به طور واضح کمکاری پلیس مشهوده. چند جای مختلف همین اتفاق افتاده. یکیش همین دوستیه که اصلا سراغش نرفتن. حالا نمیدونم سفر بوده اون موقع، دسترسی بهش نداشتن، یا کمکاری پلیس بوده. من احتمال کمکاری پلیس رو خیلی زیاد میدونم چون تکرار میشه چند جای مختلف. خلاصه که میرن سراغ این دوست تری و این رفیق، این دوست تری شروع میکنه صحبت کردن. میگه که تری بعد از این ترفیعی که توی رستوران گرفته بود و شده بود مدیر شیفت شب رستوران خیلی به هم ریخته بود به جای اینکه خوشحال بشه. یه دفعه اومد پیش من، به من گفتش که من نمیدونم میخوام با زندگیم چی کار بکنم. درسته که ترفیع گرفتم، خیلی نزدیک شدم به جایی که آرزوش رو داشتم، مدیر شدن و بعدم رستوران داشتن، ولی این ترفیع باعث شده که اسکات نامزدش بیشتر از قبل بهش حسودی بکنه. میگفتش که اسکات خیلی بهم حسودی میکنه، خیلی سنگ جلوی پا میندازه، شبا میاد پیشم میمونه برای اینکه بدون من چیکار میکنم. اصلا نمیخواسته حمایت بکنه از
تری، نمیخواسته نمیدونم مواظبش باشه، اینا رو فقط در ادا و در ظاهر نشون داده بوده. خود تری به این دوستش گفته بوده که اسکات میاد اونجا برای اینکه آدم کنترلگریه، برای اینکه میخواد ببینه من کجام، چیکار میکنم و با کی نشست و برخاست میکنم. و البته این رو باید بگم که این حرفها رو تری به هیچ کس دیگری نگفته بوده، یعنی انقدر دو به شک بوده که حتی به اعضای خانواده‌اش هم نگفته بوده. هیچ کسی جز این دوستش خبردار نبوده. این حرفا رو که این دوست به پلیس میزنه، خب شاخک‌های پلیس تیز میشه، میگه که اسکات اون 14 سال پیش که ما باهاش صحبت کردیم هیچ شاهدی نداشتش که در لحظه قتل کجا بوده. از طرفی حالا این حرفایی که داره میزنه به نظر میومده که تری ممکن بوده بخواد اصلا ازدواجش رو هم کنسل بکنه با اسکات و خب ممکنه که انگیزه هم داشته باشه. در کنار اون پلیس اعتماد کرده بود به حرف اسکات و البته خانواده تری که خیلی اسکات رو دوست داشتن و بهش اعتماد داشتن، خیلی خوب زیر و بم این آدم رو در نیاورده بود. خب اسکات الان میاد صدر لیست مظنونین قرار میگیره و یک چیزی که ما الان باید بهش برسیم پیشرفت تکنولوژی دیگه. الان پلیس میتونسته دی ان ای هایی که اون موقع از زیر ناخون تری به دست آورده، از توی اون صحنه جرم به دست آورده رو دوباره آزمایش بکنه ببینه میتونه چیزی ازش به دست بیاره یا نه. خونهای خشک شده‌ای که زیر ناخون تری بوده رو میدن به آزمایشگاه تا بررسی بکنن و اونها میتونن 2 نمونه دی ان ای از زیر ناخونهای تری استخراج بکنن. یکیش که قاعدتاً متعلق به خود تری بوده و دیگری متعلق به یک مرد بوده. خب به نظر می اومده که این مرد ممکنه که قاتل تری بوده باشه. اون چاقویی که توی گردن تری بوده رو هم میدن آزمایشگاه، متوجه میشن روی دسته این چاقو یه سری خلل و فرج وجود داره، یه سری برآمدگی و تورفتگی وجود داره. باز توی این تورفتگی ها میتونن دی ان ای 2 نفر رو پیدا بکنن. قاعدتا یکی از دی ان ای ها که متعلق به تری بوده و نمونه دومی که پیدا میشه باز هم متعلق به یک مرد بوده. وقتی که نمونه دی ان ای که از روی چاقو پیدا کردن با نمونه دی ان ای که از زیر ناخونهای تری پیدا کردن رو تطبیق میدن، متوجه میشن که این نمونه دی ان ای متعلق به یک نفره، یعنی کسی که تری رو کشته. الان پلیس دی ان ای قاتل رو داشته، یک مظنون احتمالی هم داشته که همون اسکات بوده و خب باید یه جوری دی ان ای اسکات رو پیدا میکرده که تطابق بده با این دی ان ای که از جسد پیدا کرده تا ببینه که آیا اسکات قاتل هست یا نه. هنوز پلیس دیتابیس منظمی نداره که دی ان ای رو بده به دیتابیس و ازش اطلاعات بگیره. باید خیلی نمونه به نمونه پیش میرفته. شروع میکنن کنکاش کردن تو زندگی اسکات. متوجه میشن که در 14 سال گذشته اسکات ازدواج کرده، بچه دار شده، طلاق گرفته و دوباره برگشته پیش پدر و مادرش داره زندگی میکنه. اون موقع که قتل اتفاق افتاده بود هم البته باید بگم که اون موقع هم پیش پدر و مادری زندگی میکرده. درسته که این 2 نفر نامزد بودن ولی هر کدوم پیش پدر و مادرشون بودن و داشتن دنبال خونه میگشتن. به هر حال پلیس آدرس کنونی اسکات رو هم داره. وقتی که بیشتر میجورن زندگی اسکات رو متوجه میشن که اسکات خیلی شدید سیگاریه. خب میگن که چیکار کنیم چیکار نکنیم که دی ان ای اسکات رو به دست بیاریم. خب قطعاً یه مقداری از بزاق آب دهانش روی فیلتر سیگارهایی که میکشه هست، چه بهتر که بتونیم یه دونه از این فیلتر سیگارها رو پیدا بکنیم. میرن جلوی در خونه پدر اسکات کشیک دادن. چندین روز منتظر میشن تا ببینن اینا آشغال میارن بذارن بیرون و برن آشغالا رو بردارن. طبق قوانین پنسیلوانیا آشغالی که گذاشته میشه بیرون خونه مالکیتی نداره، یعنی مال کسیه که بره برش داره. حالا ممکنه که توی اون آشغال چیزهای خیلی ارزشمندی هم وجود داشته باشه ولی مالکیتش دیگه با صابخونه نیست. وقتی که زباله رو میاری میذاره بیرون دیگه از تحت تملک تو خارج میشه. پلیس با توجه به این قانون میره آشغالای خانواده اسکات و پدر و مادرش رو برمیداره تا بره بررسی بکنه ببینه میتونه یک فیلتر سیگار پیدا بکنه یا نه. آشغالا رو که خالی میکنن میبینن به وفور فیلتر سیگار توش هست و یه دونه از این فیلتر سیگارها رو برمیدارن تا برای دی ان ای آزمایش بکنن. وقتی که آزمایش میکنن متوجه میشن دی ان ای که روی این فیلتر سیگار هست تطابق 100% داره با دی ان ای که روی جسد تری وجود داشته. الان پلیس میدونسته که قاتل رو پیدا کرده. قطع به یقین با توجه به دی ان ای هایی که پیدا کردن قاتل پرونده اسکات بوده که تمام این مدت هم جلوی چشم پلیس بوده. ولی
این مدل پیدا کردن قاتل خیلی محکمه پسند نیست. نه اعترافی دارن، نه به طور رسمی از اسکات دی ان ای گرفتن. باید یه جوری ماجرا رو قانونی پیش می بردن که توی دادگاه حرفشون به کرسی بشینه. اگه با همین سیستم می رفتن جلو، قطع به یقین اسکات میتونست از زیر این قتل قصر در بره. میگن چیکار کنیم چیکار نکنیم، اسکات رو میارن اداره پلیس، نه به عنوان مظنونا. میگن شما میشه لطفاً بیاید، ما پرونده های راکت رو باز کردیم، میخوایم دوباره اونها رو بررسی بکنیم ببینیم میتونیم چیزی پیدا بکنیم یا نه. خیلی هم از اسکات عذرخواهی میکنن، ببخشید ما بعد 14 سال میخوایم شما رو دوباره ناراحت بکنیم و شرمنده ایم و این حرفا. اسکات رو میارن میشونن تو اتاق بازجویی و قبل از اینکه شروع بکنن صحبت کردن باهاش، بازم ازش کلی عذرخواهی میکنن که قراره این خاطرات ناگوار گذشته رو یادآوری بکنیم بهت. بهش میگن ممکنه یک نمونه از اثر انگشتت بدی؟ اسکات میگه باشه میدم. بهش میگن ممکنه نمونه دی ان ایت رو هم بدی؟ بازم میگه میدم. خیلی عجیبه، یا اسکات اصلا نمیدونسته علم چقدر پیشرفت کرده، یا خیلی به کاری که کرده بوده مطمئن بوده و فکر میکرده که همه مدارک و شواهد رو از بین برده، یا اینکه کلاً آدم باهوشی نبوده دیگه. از این سه تا حالت که خارج نیست. خودت یه کاری کردی بعد داری با دست خودت مدارکت رو تحویل پلیس میدی. خلاصه که اینا رو ازش میگیرن و شروع میکنن باهاش صحبت کردن. وقتی که اسکات شروع میکنه تعریف کردن، همون حرفای 14 سال پیششو میزنه که آره من این مدت خیلی عذاب وجدان داشتم، کاش اون شب رفته بودم و بعدش من ازدواج کردم ولی هیچ وقت نتونستم از فکر تری در بیام، و شروع میکنه صحبت کردن. وقتی که این حرفا رو میزنه، پلیس بهش میگه که ببخشید ما خیلی تو رو اذیت کردیم و شرمنده ایم و از این حرفا، و بهش میگن که برای قدم آخر حاضری تست دروغ سنج بدی. اسکات این رو هم قبول میکنه، میره تست دروغ سنج یا پلیگراف میده و همون قدم‌های اول و سوالات اول به طرز افتضاحی شکست میخوره. معلوم میشه که داره دروغ میگه. وقتی که میفهمه این دستگاه دروغ سنج دروغش رو فهمیده، یهو از خود بی خود میشه، شروع میکنه بلند بلند حرف زدن، داد و بیداد کردن، نمیدونم جنجال کردن، و وسط این جنجالا یهو یه سری سوتیایی هم میده. مثلا میگه که من نمیخواستم این اتفاق بیفته و یه دفعه‌ای شد. پلیس بهش میگه که چه اتفاقی؟ میگه که هیچی اشتباه گفتم و فلان اینا. یا بهش میگه که، یا وسط صحبتاش میگه که اون اول به سمت من حمله کرد و باز حرفش رو برمیگردونه و حرفش رو ادامه نمیده. الان پلیس میفهمیده که اسکات دم اعتراف کردنه و دیگه الان وظیفه پلیسه که از زیر زبون اسکات حرف و حقیقت رو بکشه بیرون. شروع میکنن بازجویی‌های جدی‌تر ازش کردن و بعد از یه مدتی بازجویی کردن، اسکات شروع میکنه به اعتراف کردن. میگه آره من بودم که تری رو کشتم. میگه اون شب مثل بقیه شب‌هایی که من میرفتم پیش تری، رفتم اونجا، کاپشنش رو پوشیده بود ولی هنوز کارش تموم نشده بود. منو راه داد تو و خیلی نگذشته بود از اینکه وارد رستوران شدم بهم گفتش که من دیگه نمیخوام این رابطه رو ادامه بدم. از نظر من این رابطه تمومه، ازدواج ما کنسله. و میگه که وقتی که این حرفا رو به من زد من خیلی عصبانی شدم. یه لحظه نتونستم خودم رو کنترل بکنم، یه مشت زدم تو صورت تری. میگه وقتی که این مشت زدم اون خیلی جا خورد و اومد دفاع بکنه از خودش، درگیری بین ما بالا گرفت. اینجا دقیقا همون جایی که کفشای تری افتاده بوده، درگیری بالا گرفته. میگه وقتی که ما با همدیگه گلاویز شدیم من هلش دادم و این چند متر اون طرفتر افتاد زمین. وقتی که میخکوب زمین شده بود من رفتم سرش رو گرفتم و چند بار کوبیدم سرش رو به کف آشپزخونه. بعد دیدم که خب خیلی خونیه و اینا. این رو باید بگم که تری ضربه مغزی هم شده بوده ولی با همه اینها زنده مونده بوده ها. میگه من سرش رو کوبوندم زمین، بعد دستم رو انداختم دور گردنش، شروع کردم فشار دادن ولی نمرده بود هنوز. دیگه انقدر پیش رفته بودم که نمیتونستم کاری بکنم. یه چاقو افتاده بود کف آشپزخونه، از همون چاقوهایی که توی رستوران استفاده میکردن. چاقو رو برداشتم زدم توی گردنش. وقتی که چاقو رو زدم دیگه از حرکت افتاد ولی هنوز نفس میکشید. برای اینکه مطمئن بشم مرده، دستم رو انداختم، پلاستیک خالی زباله که توی سطل بود رو برداشتم، پیچیدم دور سرش و یه مدتی نگه داشتم تا مطمئن بشم که دیگه نفس نمیکشه. بعدم برای اینکه صحنه سازی بکنم و گول بزنم شما رو،
$2500 از توی صندوق برداشتم، در واقع تمام پولی که توی صندوق بود رو برداشتم و به جای اینکه از در خارج بشم از اون دریچه خارج شدم تا یه ذره پلیس رو گول بزنم و نشون بدم که اتفاقی که اینجا افتاده اتفاق دزدی بوده. بعدم فردا صبحش خودم رفتم جلوی در خونه پدرخونده تری و گفتم که چرا تری برنگشته و شروع کردم نقش بازی کردم. خلاصه سرتون رو درد نیارم، اسکات بعد از این اعترافش تمام چیزی که پلیس نیاز داشته رو دیگه داده بوده به پلیس. پلیس الان اعتراف اسکات رو داشته، نمونه های DNA رو داشته و دیگه میتونسته خیلی راحت این پرونده رو ببنده. جالبه بدونید که تمام این اتفاقات فوریه 1999 افتاده، یعنی 15مین سال مرگ تری. بعد از اینکه اسکات میبینه خیلی وضع و اوضاعش خرابه و اگه بره توی دادگاه هم محکوم میشه، قبول میکنه گناهکاری رو و دیگه بنا نیست براش دادگاهی تشکیل بشه با حضور دادستان و هیئت منصفه و فلان و اینا، و یک معامله میشه و مستقیما حکمش رو دریافت میکنه. بعد از اینکه قبول میکنه گناهکاریشو و میپذیره جرمی که مرتکب شده، قاضی براش حبس ابد میبره و چیزی که میدونم اینه که اسکات هنوزم که هنوزه، یعنی سال 2023 توی زندانه و داره دوران محکومیتش رو میگذرونه. نمیدونم اگه درخواست آزادی مشروط بده پذیرفته میشه یا نه، ولی فکر میکنم حداقل بعد 30 سال زندان بودن بتونه درخواست آزادی مشروط بده. تمام چیزی که پیدا کرده بودم برای این پرونده همین بود و فکر میکنم که کافی باشه. تری بروکس، دختر جوانی که 1000 امید و آرزو داشت، به خاطر یک انتخاب اشتباه شاید یا به خاطر نامزد بودن با کسی که نمیتونه خشم خودش رو کنترل بکنه، به شکل وحشیانه‌ای کشته شد و خب اسکات هم که هنوز توی زندانه. اگر شما نظری در مورد این پرونده دارید خوشحال میشم که نظراتتون رو زیر همین ویدیو ببینم. مطمئن باشید که ما همشون رو میخونیم. امیدوارم که وقت بکنیم، البته تلاشمون رو هم میکنیم که به همشون جواب بدیم، ولی شما شک نکنید که ما تمام کامنت ها رو میخونیم. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش بکنید، برای دوستانتون بفرستید که کامنت گذاشتن، لایک کردن و شیر این ویدیو بزرگترین کمکیه که شما میتونید به ما و به چنل فیکشن بکنید. دمتون گرم که تا این ثانیه از ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید.